درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز جمعه 5 فوریه. بنا به گزارشات دادگاه عالی هفته آینده محاکمه اعضای بلندپایه حزب نهضت اسلامی را شروع می‌کند که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع شده است. در این دادگاه روز 5 فوریه به رادیو آزادی گفتند بنابر مخفی بودن پرونده محاکمه پس درهای بسته و به حضور خبرنگاران صورت می‌گیرد. خویشاوندان بعضی از اعضای حزب نهضت گفتند مقامات تنها به یک نفری از اعضای خانواده اجازه شرکت در محاکمه را دادند. 13 عضو ریاست حزب نهضت از جمله معاونان رئیس حزب سید عمر حسینی، محمد علی حید روزهای 16 و 17 سپتامبر با اتهام دست داشتن در آشوب خونین عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع دستگیر شدند. دادستانی تاجیکستان گفت آشوب اول ماه سپتامبر با هدایت رهبریت حزب نهضت صورت گرفته است و بعداً فعالیت حزب را قطع کرد. اعضای حزب نهضت این ادعا را رد می‌کنند. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند سال 2015 تعداد شهروندان کشور که در خارج با اتهام قاچاق هروئین و افیون و دیگر نوع مواد مخدر دستگیر شدند بسیار کم شده است. شیرخان سلیم زاده رئیس آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان در این باره روز 5 فوریه در یک نشست خبری در دوشنبه صحبت کرد. سال گذشته مگه 316 نفر در خارج کشور دستگیر کرده شده است. یک سال پیش 2014 شد 651. زیاده از 2 برابر کمتر دستگیر کرده شده است. من اظهار داشتم که هیچگاه ما خوشبختانه گفته نمیتوانیم، چون که یک نفر هم که دستگیر شود این برای ما ننگین است، سنگین است. با گفته شیرخان سلیم زاده سال 2015 در تاجیکستان 10 کارمند مقامات انتظامی که مسئولیتشان مبارزه با جنایتکاری است با اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. تاجیکستان و افغانستان بزرگترین تولید کننده افیون و هروئین در جهان مرزی 1300 کیلومتری دارد و کشور یکی از راه‌های ترانزیت مواد مخدر افغانی به روسیه و اروپا به حساب می رود. در قرقیزستان گروه از وکیلان مردمی طرح قانون درباره به تنظیم درآوردن عنعنه و رسم و آیین‌ها را تهیه کردند و عین سندی که چند سال پیش در تاجیکستان قبول شد. هدف طرح به گفته مؤلفانش از بین بردن خرج و خراجات زیاد و معرکه‌های با شکوه است که مقامات رسمی برای خودنمایی دایر می‌کنند. بر اساس طرح قانون کارمندان حکومتی قرقیزستان حق ندارند به جشن و مراسم‌هایشان بیشتر از 150 نفر را دعوت کنند. در گذشته هم وکیلان قرقیز چنین طرحی را برای بررسی به پارلمان پیشنهاد کردند ولی به نتیجه نرسیدند. ساکنان جماعت باختریان از ناحیه باختر از مقامات می‌خواهند ساحل‌های رود وخش را در اینجا مستحکم کنند وگرنه آرامگاه عزیزان فوتیده آنها را شسته می‌برد. و گفته ساکنان در چند ماه اخیر 10 گوری آرامگاه نزد ساحل را آب شسته برده است. چند وقت ما قبل مادرمون می‌کویم که بیم یا دعا فاتحه کنیم نمی‌ویمش آب برده‌اش انا میرم می‌خوام مثال ما فکر دارم که باید که ما یک بندرگاه کنن که همه آب باقی مونده های ما را نبرند، همیناش هم همه هم بمانند به ما که ایناش هم نمونه. در گورستان اینجا ساکنان 3 روستاهای دوستی 2 و حلقجر نزدیکان خود را دفن میکنند و بی‌اعتنایی در سالهای اخیر به مسئله ساحل مستحکم کنی در رودخانه وخش سبب این گونه حادثه شده است. گزارش کامل در این باره در وبسایت azadi.org. عمیق‌تر رفتن بحران اقتصادی در تاجیکستان بازار منزل در پایتخت شهر دوشنبه را سست کرده و قیمت خانه‌ها را نیز پایین برده است. در چند شرکت خانه فروشی در دوشنبه بر رادیو آزادی گفتند تا 2 سال پیش اگر قیمت 1 متر مربع خانه‌های نوساخت از 1000 تا به 1200 دلار می رسید ولی عین زمان قیمت هر متر مربع از 800 دلار هم پایین آمده است. دوران شایف یکی از ساکنان دوشنبه روز 5 فوریه به رادیو آزادی گفت قیمت یک خانه 2 حجره‌ای که داشت در 2 سال اخیر از 50000 دلار تا به 35000 دلار پایین آمده است و خریدار خانه هم کم شده است. به سبب بحران اقتصادی در کشورهای شریک تاجیکستان به خصوص روسیه پول مهاجران تاجیک کمتر و همین گونه وضع اقتصادی تاجیکستان هم بدتر شده است و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.